اگه یکی از دستگاه‌های بادز سامسونگ رو داری اصلا این ویدیو رو نباید از دست بدی. خب سلام آریانم. امروز با هم اومدیم یه نرم افزار غیر رسمی برای مدیریت بادزهای سامسونگ رو روی لینوکس، مک و ویندوز با هم دیگه بررسی کنیم. همونطور که میدونین این دستگاه ها فقط به دیوایس سامسونگی وصل میشن و نرم افزار ویریبل فقط روی گوشی موبایل سامسونگ قابل نصبه. ولی خب ما اگر که به این دستگاه‌ها دسترسی نداشته باشیم یا اینکه بخوایم آپدیت بکنیم، مدیریت بکنیم، تنظیمات بادزمون رو تغییر بدیم، نیاز داریم که یه اپلیکیشنی داشته باشیم بتونیم این کارها رو روی دیوایس‌های غیر سامسونگی و غیر موبایلی انجام بدیم. من چون که خودم بادز 2 دارم رفتم بررسی کردم، سرچ زدم این ور اون ور رو، جاهای مختلف، نرم افزارهای مختلف، کلاینت‌های غیر رسمی که حالا دیدم رو بررسی کردم که خب تعدادشون زیاد هم نبود. ولی یکی از اون کلاینت هایی که من چکش کردم فوق‌العاده بود، همه امکانات رو داشت و به صورت کامل میتونیم کنترل بکنیم دستگاهمون رو، آپدیت بکنیم. آپدیتش رو از سرورهای رسمی سامسونگ میگیره و خیلی نرم افزار به قول معروف شسته رفته‌ای بود و خب کارمون رو خیلی میتونه راه بندازه و خب میتونیم کامل کنترل بکنیم دستگاهمون رو و تنظیماتش رو انجام بدیم. همونطور که میدونیم وقتی تنظیماتش رو یک بار انجام بدیم روی این دستگاه تنظیمات ذخیره میشه و بدون مشکل میتونیم حالا به دستگاه‌های دیگه وصلش کنیم. ولی اگر بخوایم تنظیمات رو تغییر بدیم حتما باید یه موبایل سامسونگ داشته باشیم. این ریپوزیتوری هستش که حالا این نرم افزار رو میتونین از داخل اون دانلود بکنید. خیلی کوتاه بریم با هم دیگه نگاه بندازیم به این نرم افزار. خب یه ظاهر خیلی شکلی داره، یه سری فیچر اینجا داره و قسمت اصلی که قسمت دانلودش هست. برای اندروید هم این رو اومدن توسعه دادن و در دسترسه، میتونین از گوگل پلی یا بقیه استورهای اندروید دانلودش بکنیم. ما اینجا مک او اس داریم و خب باید بریم توی قسمت ریلیس ها از اونجا نصب و دانلود و نصبش بکنیم. این حالا توضیحات کلی هستش که توی ریدمی این ریپوزیتوریش در دسترسه. من برای دانلود کافیه بیام و قسمت ریلیز ها، آخرین ریلیزی که برای این کلاینت اومده ورژن 5.1.2 هست. تا زمانی که این ویدیو داره ضبط میشه یه سری امکانات بهش اضافه شده و از این قسمت قابل دانلود هستش برای حالا ویندوز، مک یا لینوکس. من نسخه مکش رو دانلود و نصب کردم و بریم با هم محیط نرم افزار رو ببینیم. الان که من دارم ویدیو میگیرم از خود این بادزا دارم برای ضبط صدا استفاده میکنم. همونطور که میبینیم این صفحه اصلی این نرم افزار هست که خب باتری هر کدوم از گوش‌ها و دمایی که هر کدوم از حالا دمای بدن رو نشون میده، هر کدوم از گوش‌ها چه دمایی دارن و اینکه آیا گذاشته شده این بادز یا نه. یه سری قسمت‌ها داره که خب این منوها رو، این گزینه‌ها رو اومدن توی هم این قسمت هم توی این منوی کنار واسمون در دسترس قرار دادن. بریم دونه دونه ببینیم. خب این قسمت تنظیمات نویز کنسلینگ هست و خب میتونیم کنترل بکنیم قسمت نویز رو. میتونیم آمبیانسش رو تنظیم بکنیم به صورت کامل. حتی شاید یه سری از این امکانات توی نرم افزار رسمی خود سامسونگ هم نباشه، ولی خب اینجا اومدن خیلی دقیق به همون کنترل همه چیز رو دادن. قسمت اکولایزر هست، میتونیم اکولایزر رو تنظیم بکنیم. این جدا از اون اکولایزری هست که خب روی سیستمتون شما دارین. یعنی ممکنه من اکولایزر سیستمم رو یک تنظیماتی براش در نظر گرفته باشم، توی این قسمت میتونیم تنظیمات مربوط به خود بادزمون رو تغییر بدیم. قسمت فان مای داره که خب میتونیم پیداش بکنیم. این
بات هامون رو حالا یا به صورت تکی یا هر دوشون رو اگر که اسمارت در واقع اسمارت تگ داشته باشیم که مال خود سامسونگ باشه، میتونیم اینجا با استفاده از اسمارت تیمز و اون دیتایی که داره این رو پیدا بکنیم. میتونیم کامل جسترهایی که روی بادزامون هست و مدیریت بکنیم که خب من اومدم این سری تنظیمات مثلا برای خودم انجام دادم. حتی همونطور که گفتم خیلی از این تنظیمات رو اینجا به صورت اضافه تر از اون چیزی که حتی سامسونگ در اختیارمون گذاشته قرار دادن. توی این قسمت میتونیم یه سری تنظیمات بیشتری رو داشته باشیم. حالا میتونیم تعریف کنیم که اگر بادسا رو خارج کردیم از گوش چه اتفاقی بیفته، اگر که گذاشتیم چه اتفاقی بیفته، چه هاتکی‌هایی روی کیبوردمون براش داشته باشیم و بقیه تنظیمات. یه قسمت سیستم هم هست که خب میتونیم تست بکنیم، میتونیم به تنظیمات کارخونه برگردونیم و پرینگ مود رو تغییر بدیم و خب یه قسمت جالبی که اینجا داره، حالا جدا از سنسور تست، میتونیم لاگ ها و حالا اون اتفاقاتی که داخل بادز میفته رو اینجا دانلود بکنیم و به صورت راو ببینیم که چه اتفاقی داره میفته توی حالا خود این بادز و میتونیم اطلاعات باتری رو داشته باشیم، اطلاعات مصرف حالا اون صدا و باتری و همه چی رو اینجا میتونیم داشته باشیم. یه قسمت خیلی جالبی که داره، میتونیم آپدیت بکنیم بادزمون رو که اگر من اینجا رفرش بکنم، چون فکر می‌کنم نیاز به VPN داره اینجا برامون نیاورد. باید بادز ها رو بذاریم توی باکسش و توی این قسمت میتونیم آپدیت رو انجام بدیم یا اینکه یه فرمور قدیمی روی این بادز هامون نصب بکنیم. توی این قسمت هم که میتونیم اطلاعات مربوط به بادزمون رو ببینیم و حالا بررسیش بکنیم با اطلاعاتی که روی باکسش نوشته یا روی جعبه‌اش نوشته. این نرم افزار به ما این امکان رو میده که چند تا بات رو وصل بکنیم. حالا به درد ممکنه کسایی که مثلا موبایل فروشی دارن چند تا از اینا رو دارن، میخوان همه رو با هم آپدیت بکنن، همه رو با هم ریست بکنن و میتونن از اینجا کامل کنترل داشته باشن. توی قسمت تنظیمات هم میتونیم تنظیمات مربوط به خود این نرم افزار رو ببینیم که خب تنظیمات مربوط به اپلیانس رو داریم، به دیوایس های کانکت شده، ورژنی که اینجا داریم و خب آدرس گیتی که میتونیم این نرم افزار رو از اون دانلود بکنیم و بقیه این موارد. خب این نرم افزار اوپن سورس هست و تا جایی که من نگاه کردم به صورت منظم براش داره آپدیت میاد و ایشوهاش داره تغییر میکنه، یعنی جواب میدن، ایشوی جدید ایجاد میشه، پول ریکوست ها مدام داره تغییر میکنه، حالا کلوز میشن یا مرج میشن و کامیونیتی اکتیوی داره و خب نرم افزار جالب و خوبی بود برای استفاده. نکته‌ای که داره وقتی شما نصبش بکنین داخل توی macOS توی این تاپ بار بهمون یک منوی نشون میده که خب میتونیم نرم افزار رو باز بکنیم، میتونیم باتری رو ببینیم. برای مثال من باتری هر کدوم از گوش‌ها مثلا حدود 91.2% و باتری کیس حدود 73%. میتونیم اون حالت‌های نویز کانسلیشن و اکولایزر رو اینجا خیلی سریع تغییر بدیم و از نرم افزار خارج بشیم. خیلی ممنون که همراه من بودین. حتما لایک و سابسکرایب بکنین و ویدیوهای دیگر رو ببینین. ممنون از شما.